به نام خدا و با عرض سلام. بخش 13 از مجموعه دیرهای درخت حیات رو آغاز می‌کنیم. در این بخش ادامه خزندگان که شامل آرکوسورها و برخی گروه دیگه باشن رو مورد بررسی قرار میدیم. از گروه‌های منقرض شده‌ای که در خزندگان میشه بهش اشاره کرد، یکیش همین ایختیوسورها یا مارمولک‌های ماهی مانند هستش که گروه بعدی یعنی پلزیوسورها هم با ایختیوسورها در گذشته در یک گروه قرار می‌گرفتن، ولی بعد از اینکه مشخص شد که دو تا گروه مجزا هستن با مدارک و شرایطی که به دست اومد، بدین شکل نامگذاری شدن که پلزیو معنی نزدیک هست و سور هم مارمولک، که البته در اینجا مقصود کروکودیل ها باشه و به نظر میاد که نزدیکتر باشن به کروکودیل ها، ولی توی درخت فیلوژنی که توی بخش قبل هم مشاهده کردیم دیدیم که هنوز وضعیتش کاملا مشخص نیستش. گروه اولی که در آرکوسورها مورد بررسی قرار میدیم ترتلز یا لاک‌پشت‌ها هستن که همونطور که در بخش قبل مشاهده کردیم اخیرتر در این دسته‌بندی تونستن اون رو با شواهد مدارکی به دست اومده قرار بدن. لاک‌پشت‌ها دارای یک لاکی متشکل از دو صفحه بالایی و پایینی هستند که به استخوان‌های ترقوه، مهره‌ها و دنده‌های اونها جوش خورده. همچنین لاک‌پشت‌هایی مثل این مورد که لاک‌پشت‌های دریازی باشن، لاک کاهش یافته‌ای دارن و اندام حرکتی جلویشون به شکل باله‌های طویلی در اومد که به اونها در حرکت و شنا کردن در آب کمک میکنه. لاک‌پشت‌های ابتدایی فاقد توانایی جمع کردن سر خودشون از داخل لاک بودن، ولی این قابلیت در دو گروه اونها به شکل مستقل تکامل پیدا کرده. یک گروه که در سمت راست مشاهده می‌کنیم گردن جانبی ها که به شکل جانبی گردنشون رو در داخل لاک جمع می‌کنن، و یک گروه که در سمت چپ مشاهده می‌کنیم گردن عمودی ها که به شکل عمودی گردنشون در داخل لاک جمع می‌کنن و بدین شکل در هنگام خطر از خودشون محافظت می‌کنن. گروه بعدی که در آرکوسورها مورد بررسی قرار میدیم سوسمارها و کروکودیل هست. سوسمارها و کروکودیل های ابتدایی چهارپایان خشکیزی بودن که پاهای بلند و پهنی داشتن، ولی به مرور زمان اونها بزرگتر شدن و به زندگی در نواحی به خصوص آبی سازگار شدن. در مورد خود کروکودیل ها یا تمساح ها هم یک نکته که قابل توجه هستش سوراخ های بینی هستش که در بالای در واقع دهان خودشون دارا هستن و این سوراخ ها عمودی هم و بدین شکل تنفسشون رو از طریق این مجاری انجام میدن. در این شکل ما میتونیم همزیستی مشهور تمساح و پرنده آبشیلیک رو مشاهده بکنیم که از نوع همیاری هست که هر دو از این همزیستی سود میبرن، همونطور که مشخص هستش. در گروه‌های منقرض شده خزندگان میشه پتروسورها یا تروسورها هم اشاره کرد که اولین تترودایی بودن که برای پرواز به هوا برخاستن. اونها بالهای متفاوت با بال پرندگان و خفاش‌ها داره هستن. همونطور که می‌بینیم یک پرده استحکام یافته بلندی داره هستن که کلاژنی هست و بین تنه یا اندام حرکتی عقبی با انگشت درازی که همونطور که در اینجا مشاهده می‌کنیم در اندام حرکتی جلویی قرار گرفته و به کمک اون پرواز می‌کنن. این گروه پیش از حضور پرندگان وظایف اکولوژیکی که پرندگان امروز انجام میدن مثل تغذیه از حشرات رو و یا شکار از ماهیان رو انجام میدادن. در این تصویر هم میتونیم کوچکترین دایناسور شناخته شده رو به نام کامپ اساگینس رو مشاهده بکنیم که در نوع خودش جالب هستش. دایناسورها به طور کلی به دو دسته سوشیان ها و اونیتیشیان ها تقسیم میشن. سوشیان ها دایناسورهایی بودن که گوشتخوار بودن و به طور کلی روی دو تا پای عقبی خودشون راه میرفتن، ولی اونیتیشیان ها گیاهخوار بودن و سازگاری هایی برای محافظت از خودشون داشتن، مثل همین تاج های شاخدار و گرز های دومی که در این شکل هم میتونیم مشاهده بکنیم. همونطور که میدونیم مشهورترین دایناسور شناخته شده که جزء گروه سوشیان ها هم باشه رکس هستش که
همتون احتمالاً تیرکس در داستان اسراربازی ها رو به یاد میارید. در این تصویر هم که اخیراً گرفته شده، یکی از بزرگترین فسیل های باقی از تیرکس رو که در موزه نگهداری میشه میتونیم مشاهده بکنیم. پرندگان همونطور که میدونیم از دایناسورها تکامل پیدا کردن. تئوری مختلفی در مورد این نوع تکامل وجود داره که بالا رفتن از درخت و پرواز یا تعقیب سریعتر شکار یا فرار سریعتر از دست شکارچی و دیگر ویژگی هایی که به علت داشتن پر بر بدنشون و اون استکاکی که تونسته ایجاد بکنه و بعدها با حضور بالهای پردار به پرواز منجر شده از دلایلی هستش که برای این تکامل بیان میشه که قدیمی ترین در واقع دایناسوری که تقریبا میشه گفت که اجداد پرندگان هم هستش آرکوپتریکس هست که دارای بال و پر بوده و میشه گفت توانایی پرواز طبق فسیل هاش که شناسایی شده و همچنین دارای دندان و ساخته هایی که به تشابه اون با دایناسورها اشاره میکنه هم بوده این جاندار. اگر در خود پرندگان مورد ارزیابی قرار بدیم اسکلت بدنی اونها رو، مهمترین عامل پرواز در اونها این استخوان جناق سینه یا استرنوم هست در اونها که با ماهیچه‌ای که به اون متصل هست ابتدا در جدا کردن خودشون از سطح زمین بهشون کمک میکنه، بعدش به کمک استخوان‌های بال و خود ساختار بال و پر زدن و حرکت در هوا رو میتونیم در اونها مشاهده بکنیم که مهمترین سازگاری که برای پرواز پیدا کردن هم همین بال و پر هستش که پر اونها از جنس بتا کراتین هست که فلس خزندگان هم از همین جنس بود. در اینجا میتونیم ساختار اسکلتی بال و پر رو با جزئیات بیشتر مشاهده بکنیم که همونطور که می‌بینیم جزئیات مختلفی دارن که به مقاومت بال و پر در مقابل هوا کمک میکنه. همچنین با ساختار لانه زنبوری که استخوان بال در اونها داره به سبک کردن بال در اونها کمک میکنه که بتونن ماهیچه‌هاشون در هوا و ارتفاعات وزن اونها رو تحمل بکنن. انواع مختلفی از پرواز رو در پرندگان میتونیم مشاهده بکنیم که پرندگان مثل شاهین و عقاب میتونن در هوا خودشون رو سوار بکنن و گاهی بال میزنن. پرندگانی مثل پرستو یا بادخورک پرواز سریع یا میتونن در هوا داشته باشن با ساختار ویژه‌ای که دارن و انواعی هم مثل مرغ مگس که میتونه به طور مداوم باید در واقع بال بزنه تا بتونه به شکل ایستاده در واقع در هوا باقی بمونه که این حرکت به اون در هم شکار مگس هایی که میخواد ازش تغذیه بکنه نقش داره و هم شهد گلی که همچنین اون تغذیه میکنه، چون شهد گل کافی نیست براش، از مگس ها و حشرات دیگه هم برای تامین منابع غذایی خودش استفاده میکنه مرغ مگس. اگه بخوایم سازگاری مختلفی که پرندگان پیدا کردن برای پرواز رو بهش اشاره بکنیم، به خصوص سازگاری هایی هستن که در سبک کردن وزن اونها برای سهولت باقی موندن در هوا و تحمل وزنشون در هوا میشه اشاره کرد که از این جمله میشه به نبود مثانه ادراری در اونها. همونطور که می‌بینیم در ادامه کلی مثانه ادراری وجود نداره و مستقیم به محفظه کولاک اونها باز میشه و همچنین گناه‌های کوچک در اونها اشاره بکنیم که البته در ماده ها معمولا یک دونه هستش که این هم به سبک کردن وزن اونها کمک کرده. همچنین در ناحیه سر هم فاقد دندان هستن که به سبک کردن سر اونها کمک کرده که به جای اون دارای چیندان و سنگدان در ساختار لوله گوارششون هستن که به هضم مناسب غذا در عدم حضور دندان کمک میکنه. از دیگر ویژگی هایی که در اونها میشه بهش اشاره کرد، چشم های
پیشرفته‌ای که مانند سایه محترم دارن و بینایی قوی که به اونها داده. شنوه اونها هم به نظر میاد که تا حدودی قوی باشه، ولی خب سایر حواس چون نیاز خاصی بهشون نداشتن احتمالاً ضعیف‌تر هستش. برای انتقال مواد غذایی و اکسیژن هم از سازگارهایی که پیدا کردن قلب 4 حفره‌ای هستش که به خوبی میتونه خون رو به ماهیچه‌های اونها برسونه در هنگام پرواز و همچنین سیستم تنفسی بسیار پیشرفته و کارآمدی که دارن که هوا یک طرفه وارد میشه و کیسه‌های هوای عقبی شش، کیسه‌های هوای جلویی و سایر نای دوباره خارج میشه و اینجا میتونن به طور پیوسته تنفس رو انجام بدن و مشکلی برای تامین ATP ماهیچه‌هاشون در هنگام پرواز نداشته باشه. در میان پرندگان رفتارهای پیچیده‌ای میتونیم مشاهده بکنیم که از مهمترین اونها رفتارهای طوله‌مثلی هستش که در فصل طوله‌مثلی انجام میدن، به خصوص در هنگام جفتگیری که انواع رقص‌های جفتگیری و از این دست رو میتونیم در اینجا مشاهده بکنیم. همونطوری در بخش قبل هم اشاره کردیم، فرآیند به نام برودینگ یا جوجه کشی در پرندگان مشاهده میشه که هم هنگامی که اونها در تخم هستن و هم در هنگام در واقع به دنیا آمدن اونها این فرآیند رو در پرندگان میبینیم که فرد ماده میتونه باشه و یا نه که برای تخم و یا جوجه ها میخوابن و اونها رو گرم نگه میدارن که این اشاره‌ای به همون اندوترم بودن اونها داره که با هوای محیط یا به شکل اکتوترمی خودشون رو و گرمای بدن خودشون تنظیم نمی‌کنن. دسته‌ای از پرندگان هستن که توانایی پرواز رو طی تکامل از دست دادن که یکی از علتاش میتونه این بوده باشه که با انقراض بسیاری از خزندگان از جمله دایناسورها بسیاری از قلمروها خالی مونده و اونها تونستن در همون خشکی در واقع تکامل پیدا کنن که زندگی بکنن و نیازی به پرواز و حضور در ارتفاعات نداشته باشن که در این میان میتونیم به کیوی که در اینجا مشاهده میکنیم، شترمرغ که مشهور هم هستش، فلامینگو و همچنین یک دسته دیگه که شامل پنگوئن ها باشن اشاره کنیم. پنگوئن ها یه تفاوتی که با دسته‌های قبلی پرندگان فاقد توانایی پرواز دارن این هستش که ماهیچه‌های سینه‌ای اونها قدرتمند هستش و به کمک اونها میتونن در داخل آب شنا بکنن و یک حالتی مثل پرواز در داخل آب رو برای اونها رقم میزنه که در نوع خودش جالب توجه هستش. از توجه شما سپاسگزارم و بدرود.